مسئله بعدی در مورد انرژی چیه. ببینیم چیه انرژی. چیه انرژی جهانیه که از همه چیزهای اطراف ما نشأت میگیره و در فنگشویی به انرژی درون بدن و همچنین انرژی خارجی که از ساختمان‌ها و سازه‌ها اشاره داره. این انرژی چی میتونه در ویژگی‌های بین یین و یانگ و همچنین اشکال، شدت و رنگ‌های مختلف بروز پیدا بکنه. هدف اصلی فنگشویی چیه؟ اینه که هدایت چی در خانه به منظور حمایت و تاثیرگذاری بر چی که در بدن ما وجود داره است. حالا شنگ چی که نمایانگر چی زنده و مثبته که باید جذب بشه، در حالی که شائو چی و سی چی انرژی های منفی هستند که باید اجتناب بشه ازشون. حالا موانع چی چیه که در خانه شامل درب‌های اصلی، انباشتگی و کمدها و نشت انرژی ممکنه از طریق تراز مستقیم درب‌ها اتفاق بیفته. هدف نهایی فنگشویی اینه که ایجاد جریان مثبت و روان انرژی ایجاد بکنه که به دستیابی به مثبت در بدن و اهداف زندگی ما بتونه کمک بکنه.